توزه‌های تاجیکستان و جهان از تقدیم از برنامه اخباری آزادی. سلام بینندگان عزیز، امروز 18 ایون از جمله اطراف این موضوعها صحبت خواهیم داشت. نه زنده و نه مرده در رود کافرنی‌ها نورس 15 ساله را می‌جویند. او 3 روز پیش ضمن شناوری ناپدید شده است. کیزید که طرفدار اعضای پالاتای بالایی پارلمان تاجیکستان طرح قانونی مربوط به پوشیدن لباس بیگانه را به بررسی می‌گیرند. پوشیدن لباس بیگانه با نام‌های ساخته سطر و حجاب دیگر مسئله مبرم برای جامعه ما می‌باشد. و حشر در فرخور تلاشی برطرف نمودن عاقبت‌های سیل خرابی‌آور که ده‌ها اویله را خانه برداشت کرد. فقط می خلقه دستگیری کنه. به نظر بگیرن ضرر دیدگی خلقه. سیوم باره ما همیتری میشه مکه. 3 روز این جانب ساکنان شهر دوشنبه همراه با غواصان کمیته حالتهای فوق‌العاده یک پسر بچه 15 ساله را در دریای کافرنی‌ها می‌جویند. کاربر رادیو آزادی با فرستادن این نوار گفت دو نورسی ساکنی ناحیه شاه منصور 15 ایون در دریا آب‌بازی می‌کنند و یک نفر آنها غرق می‌شود. جستجوی نابالغ تا کنون نتیجه نداده است. طبق آمار رسمی تنها در 5 ماه سال جاری در دریا و کل‌ها و آب‌انبارهای کشور 50 نفر غرق شدند که 20 تن آنها کودکان و نورسان می باشند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگوید سبب اساسی غرق شوی آدمان در دریا و کل رعایت نکردن قاعده های شنا، آب‌بازی هنگام مستی و سرخوشی، ندانستن شناوری، آب‌بازی در جایهای خطرناک و به اهمیتی والدان به کودکان است. قرار است فردا مجلس ملی پالاتای بالایی پارلمانت تاجیکستان موقع خود را در نسبت لایحه قانونی بحث برانگیز عاید لباس بیگانه معین نماید. در اساس طرح نو قانون درباره تنظیم جشن و مراسم محدودیت از جمله به پوشیدن حجاب داخل می‌کند که جنجال اطراف آن بیش از 1 ماه بین طرف ادامه دارد. برادی صوفی و ارشاد سلیمانی با چند از تحلیلگران سبب‌های با واکنش تند روبرو شدن این تشبث و پیام آن را پرسیدند. استقبال وکیلان مجلس نمایندگان از پیشنهاد تغییرات به قانون تنظیم جشن و مراسم در مورد منع واردات، فروش و پوشیدن لباسی به فرهنگ ملی بیگانه در جایهای جمعیتی نگرانی‌های داخلی و واکنش‌های بین المللی را در پی داشت. این تغییرات به قانون از سوی پرزیدنت تاجیکستان پس از ملاقاتش با فعالان، نمایندگان جامعه و خادمان دین پیشنهاد شد. بیگانه پرستی در سر و لباس یعنی پوشیدن لباس بیگانه با نام‌های ساخته سطر و حجاب دیگر مسئله مبرم برای جامعه ما میباشد. بیگانه شوی آداب و رسم و آیین لباس پوشی بیگانه شوی فرهنگی است که استقلال فکری، هویت ملی و فرهنگی ملت را خلل‌دار می‌سازد. موافقت وکیلان با طرح قانون از محکومیت سازمان‌های بین المللی تا اعلان جهاد از سوی برخی روحانیان افغانستان را نیز در پی داشت. برخی روحانیان سبب واکنش جامعه ما را در آن می‌دانند که حجاب برای زن مسلمان یک تکه لته نیست، بلکه ساتر اندام، حافظ عفت زنان و ناموس مردان، بالاتر از این همه سپارش خدا و پیامبر است. جانبداران این پیشنهاد میگویند قبل از تصویب این طرح باید یک معرکه برای در ذهن مردم جا کردن آن راه اندازی میشد. اصلا هدفش بد نیست، ولی یک باره که مثلا در فضای اطلاعاتی و با دخالت البته بعضی بدبین‌های این کشور، این دولت، حکومت این موضوع گوناگون تلقی شد. به همین خاطر این رد و بدل‌های گرفته ایستاده است. این سخنان ضد و نقیضی که از دو جانب رفته ایستاده است، هم مخالفین و هم حکومت و هم اشخاصی که از کشورهای همسایه هستند، به خصوص افغانستان و یا که مثلا جامعه دینی کشورهای اسلامی. من گمان میکنم که یک کمیسیون تهیه شود، نه اون نمودی لباس‌های ملی ما رو از همه منطقه ها
که از سطر کمی ندارن صورت بگیرن در شکل منیکن و با جامعه مدنی همزمان با جامعه کشورهای مسلمانی نشان بدهند. تحلیلگران امور دین سببی به چنین واکنش‌ها روبرو شدن این تصمیم را صادق نبودن خود برخی از کارمندان حکومت از جمله نمایندگان حفظ حقوق می‌دانند. فریدون هادیزاده تحلیلگر امور دین که چند مورد اجباراً منع کردن پوشش ستر و حجاب را مشاهده کرده است، به این خلاصه رسیده است که پس از عملی شدن این قانون آن از طرف مردم پرر رعایت نمی شود. من فکر میکنم که بیشتر اینجا اول حکومت از خود حکومت خودش باید که کار کند. یعنی که حکومت داران باید که کارگرای حکومت کار برد و اونها رو به گپ درآورد. یعنی که آنها رو راضی کند که زنهای آنها به سطر کردند. وقتی که این چیز رو مثلا مردم بیند که بله حکومتی ها این چیز رو رعایت میکنن، البته دیگر مردم طرف مردم هم یعنی که همه چیز باید که از نخبگان سر شود. آنها باید که نمونه نشان دهند. حکومت تاجیکستان هدف تغییرات به ماده 18 قانون تنظیم جشن و مراسم را که آوردن، فروش، ترغیب و پوشیدن لباس به فرهنگ ملی بیگانه در جایهای جمعیتی را منع می‌کند، حفظ ارزش‌های ملی و پیشگیری از افراطگرایی عنوان می‌کند. برخی فعالان و شهروندان می‌گویند هدف پوشش اسلامی یا به اصطلاح ستر و حجاب است که دخالت دولت در کارهای شخصی مردم است. مجلس نمایندگان این طرح را روز 8 می پذیرفت. انتظار می‌رود فردا 19 ایون تغییرات به قانون در مجلس ملی نیز بررسی شود. شما برنامه اخباری رادیو زودی را تماشا دارید. دوستان، خواسته سوجیده سید مرود و مادر دلشود سید مرودов مشهور با لقب دلشود اسب به 14 سال زندان محکوم شود. دلشود سید مرودов ماه مارت به گناه قتل شهرت اسمت اللهیف سابق معاون اول رئیس اوریون بانک به حبس ابد محکوم گردید. یکی از نزدیکان سوجیده سید مرودова به رادیو زودی گفت طلب دادستان روز 6 ایون صدا داده است. خبرنگار رادیو زودی روز سه‌شنبه برای گرفتن شرح رسمی به دادگاه عالی تاجیکستان مراجعت کرد، اما در آنجا با بهانه ادامه داشتن بررسی پرونده معلومات ندادند. سوجیده سید مرودова در ماه سپتامبر سال 2023 بازداشت شد. در آغاز او را به قلابی متهم می‌کردند. منابع آگاه از پرونده گفتند علیه سید مرودова در عموم بر اساس 4 بند کودکس جنایی پرونده باز شده است. مصاحبان رادیو زودی پیشتر گفته بودند که سوجیده سید مرودова بازنشسته بود و در جای کار نمی‌کرد. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. مفتشان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پرونده 10 ساکن جماعتی از گلام ونج را که نیمه ماه می بازداشت شده بودند تفتیش می‌کنند. اکثر آنها در همکاری با گروه ممنوع انصارالله گمانبر می‌شوند. همکاران هم جزئیاتی بازداشت‌ها در ونج را پیدا کردند که حالا برای خلاصه کردن یافته‌ها مومین احمدی را در استودیو داریم. سلام مومین. خب آیا بازداشت شده‌ها کی‌ها هستند و به چی گمانبر می‌شوند؟ سلام شهلا، سلام بینندگان عزیز. شهلا، طور معلوم شد اکثر بازداشت شده ها از دهه جمک و اندربکی از گلام و خویشتباری همدیگر هستند. مقامات قضیه را به طور رسمی شرح نمی‌دهند. به گفته هم صحبتان رادیو زودی 25 بازداشت شده به عضویت در سازمان ممنوع انصارالله متهم هستند. انصارالله یک گروه تندرو در افغانستان است که اکثر پیروانش زادگان تاجیکستان هستند. با گفته منابع رادیو زودی بازداشت شده ها همچنین به تشکیل و عضویت در سازمان جنایی، دعوت تغییر ساخت کنستیتوسیونی، تشکیل سازمان افراطگرایی و خبر ندادن از جنایت گمانزد می شوند. ما نامی 20 نفر بازداشت شده را به دست آورده. مثال تنها از عائله خواجه‌ایف‌ها ساکنان جماعتی از گلام 7 کس بازداشت شده است. شکر محمد خواجه‌ایف پدر خانواده با آن ایبدار می شود که از رفتار فرزندان و کلینش به مقامات خبر نداده است. 3 پسر او اصلح الدین، مصلح الدین و سهراب خواجه‌ایف‌ها
با عضویت در سازمان ممنوعه انصارالله ایبدار هستند. همسری اصلح دین پاچا خانم که گویا چند جنایتکار از افغانستان که در منزلشون پنهان بودند با آنها خوراک داده است. مومین نزدیکان بازداشت شده ها به اتهام اعلام کرده مقامات چی نظر دارند؟ ببینید شهلا همدهگان و نزدیکان این عائله در صحبت با رادیو آزادی از ابراز نظر درباره عیبنامه ها خودداری کردند. مفتشان در پرونده نوشتند که بعضی از بازداشت شده ها با رهبر انصارالله بیعت کردند. بیعت یک نوعی سوگند وفاداری است که حالا بیشتر در میان پیروان سازمان های تندروی مذهبی معمول است. خودی از گلام جماعت در ناحیه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان است که در مرز با افغانستان جایگیر است. مقامات پیشتر گفته بودند که دهها ساکن این جماعت به گروه های تندرو در خارج از کشور پیوستند. ساکنان از گلام میگویند که منطقه دور افتاده بوده، اکثر ساکنانش کار و زندگی خوب ندارند و یگانه راه برون رفت از مشکل بهتر کردن شرایط زندگی این مردم است. تشکر مومین. بینندگان عزیز، تفصیلات بیشتری بازداشت ها در جماعت یوزگلوم را در سامانه رادیو آزادی می توانید بخوانید. در ناحیه فرخار جنوبی تاجیکستان با برطرف کردن پیامدهای سیل 2 ماهه بهار امسال آغاز کردند. سیل از جمله روز 25 می در این ناحیه دهها خانه را ویران کرده و سببگاری سرگردانی چندین عائله شد. ضرر آفت طبیعی به منطقه مذکور میلیون ها سومانی حساب شده است. همکارم محمود جان رحمتزاده به ناحیه فرخار رفته جریان پاککاری ها را نوار گرفت و این گزارش را فرستاد. حشر مردمی در دهه سرخاب ناحیه فرخار از سربازان کمیته حالتهای فوق‌العاده گرفته تا ساکنان عادی پاککاری خانه‌های سیل زده مقیاس آسیب شمرده شده است. زیاده 194 خواجگی آب و سیل در آمد. از این 36 خواجگی پور را ضرر اقتصادی رساند. 112 خواجگی دیگر انشاءاتی رساند با ضرر اقتصادی رساندند که مبلغ ضرر 7,333,800 چند سوم وقع گرفتیم. حالا کار در هر کوچه و پس کوچه دهه سرخاب جوش میزند. یک کیلوی گیل میکشد، دیگر شکسته پاره ها را از خانه های فرو ریخته میبرارد. با گفته ساکنان این همه کارها با کمک مقامات پیشرفته ایستاده است. با قوای خود کار قینه در خود کمک خوب رسانده از اداره های ناحیه، از ساکنان دیگر قشلاق و محله ها برای ما با یاردم آمدند. بام این خانه را بی فیض عمرова 3 روز پیش از سیل ساخته بود. سیل خانه‌اش را به گونه زد که دیگر در آن زیسته نمی شود. مقامات آن را از حساب برآورده اند. برایش وعده شده است که در بنیاد خانه نو کمکش میکنند. با همین امید هر روز را در سایه توتی نزد خانه‌اش پشتی سر میکند. این خیلی پیش چی میتواه امی کریش امی پروفیلو چی میتگیرش بقوان میگه این درنو پاک زفگاره که میدره میجنبه دیگه تاری حجتی در اومدن فرگشتن نیست در درونی خونه. دهه سرخاب در کوهدامن و نزدیکی رود سرخاب جایگیر است. 6 سال پیش به این دهه سیل آمده چندین خانه را ویران کرده بود. حالا ساکنان میگویند که سیل امساله از 6 سال پیش دیده سخت‌تر آمد. اما با گفته ساکنان رفتار مقامات از 6 سال پیش دیده بهتر است. حالا طبق آمار رسمی سیل‌های ماه می و اپریل به ولایت ختلان زیاده از 27 میلیون سومانی ضرر آورده اند. از این 7 میلیونش به دهه سرخاب راست می آید. محمود جان رحمتزاده، آزادی، دهه سرخابی ناحیه فرخار. و در مسکو زادگان چچنستان برای گپارتویی با خواهرشان پایهای جوان توجیک را شکستند. بنا به نوشته تلگرام کانال ریدوفکا یک جوان توجیک در فروشگاه در تویر با دختر چچن گپ میپرتوید. جوان دختر را چنین رفتارش خوش نمیآید و مهاجر توجیک را نوار برداری کرده به برادرانش میفرستد. برادران با خشم آمده دختر از پی قصاصگیری میشوند. این حادثه در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاد به پا کرد. در نتیجه نیروهای امنیتی به منزل خانواده زادگان چچنستان که در خودسرانه زادگان تاجیکستان گمان برند آمده آنها را بازداشت کردند. همچنین توجیکی اذیت شده را نیز دستگیر کردند. تحقیق حادثه جریان دارد. بینندگان عزیز، رسیدیم به پایان نشر نوبتی اخبار آزادی. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.